امروز اومدیم که ماشین یوتیوبرهای ایرانی که هممون میشناسیم و خیلی دوستشون داریم با هم دیگه بدزدیم. پس حتما ویدیو رو تا آخرش نگاه کن، ببین که یوتیوبرها چه ماشینایی دارن و ما ازشون خبر نداریم. خب بچا الان دوباره میریم پیش کی دیگه؟ همتون سیمیون رو میشناسین. میرم پیش سیمیون که دیگه سلطان هرچی ماشین شناسی و این چیزاست. میرم بهش بگم که داداش سیمیون به ما ماشین یوتیوبرها رو بگو لوکیشنشون کجاست و بریم بچا تک تک ماشینای یوتیوبرها رو پیدا کنیم و برای خودمون کنیم. این سری نه دیگه رئیس داریم نه سیمیون قراره ماشینا رو بگیره، یعنی به هیچ کدومشون نمیخوام بدم و فقط ماشینای خودمونه. داداشم سیمیون اوف چطوری کچل جون؟ نه ترس بابا من باهات کاری ندارم. ببین کی اینجاست فرانکی؟ چطوری پسر که نه البته سیمیون میگم ببین لوکیشن ماشین یوتیوبرها رو بده که میخوام برم بدوزم. این سری دیگه نه به تو میخوام بدم نه به کس دیگه ای، برای خودمه. یعنی با ما شریک نیستی دیگه؟ شریک که نه، ولی حالا شما اون لوکیشن ها رو به ما بده، حالا شاید یکی دو تاشم به تو دادیم. حل تو تا اسب گوشت میفرستم. تا اسب گوشی میفرستی؟ حل که آقا پس ما بریم دیگه، بای بای. خب بچا ما بریم. ای وای اینجا تصادف شده، یعنی کی میتونه اینا رو زده باشه ها؟ سیمیون لوکیشن رو فرستاد، اولین لوکیشن رو بریم ببینیم ماشین کیه قرار بدوزیم. بچا قبل از اینکه برسیم اونجا همینم توی کامنت بنویس ببینم کی میتونه درست حدس بزنه که الان اولین ماشین که میخوایم بدوزیم برای کیه. من خودم میگم که آریاه. حالا بریم ببینیم که شما هم همینم داخل کامنت ها بنویس. اوسک بودو بچا خفگیری وای سینه پدرسه بابا اسلحه هر در بیار. خفگیری میکنی عجب آدم لاشی هستی باز خانو. اصلا بیا حالا با ما دوست شو. بچه از سرقتی دافولی هم بلند کردیم. برو دیگه من میرم. ای بابا اینم میخواد یه جای دیگه بره که برو بابا من میرم ماشین یوتیوبرها رو بدزدم. البته خوبه تو هم بیا بهت نشون بدم. بیا بریم خونمون، یه ماهی دارم که با ماشین تک چرخ میزنه، بیا بریم اونو بهت نشون بدم. بابا حاج خانم چوس نکن دیگه، 1000 پا دارم 2 تا پا داره، بیا بریم اونو بهت نشون بدم. ای بابا بچه‌ها داشتن میدیدن. خب بچه‌ها رسیدیم اولین خونه یوتیوبری. بذار ببینم درست تونستم حدس بزنم برای آریا. بچه‌ها درست حدس نزدیم ولی ماشین رو نگاه کن آقا، بوگاتی رو نگاه کن و برای پوتکه. اوف چقدر جیگره این بابا. بینوزم بچه همون اولین ماشینمون یه چیز خفن و ناب افتاد. ایول حاجخانو ببین دیگه با این باید مختو بزنم دیگه. نگاه چه بدو داره میاد. بچه خیلی ماشین خفنیه، خیلی خفنه. نگاه اصلا اوش. اینو ببریم بچه جلوی پارکینگمون بذاریم بریم سراغ ماشینای بعدی. اولی ماشینمون ماشین پوتک شد که اوکی. حاج خانم بچه مون توی اینجا ببخشید بیا ببینم شرمنده. بچا کلا 10 تا ماشین یوتیوبر هست که قراره بدوزیم. این الان اولی بود، یعنی 9 تا دیگه ماشین یوتیوبرها هستن که باید بدوزیم. لوکیشن دوممون اینجاست. یادم یه بارم اینجا اومده بودیم یه ماشین خیلی خفن دزدیدیم. ماشین کیانه بچا؟ کیودیپای. همین دیروز رفته بودیم دزدی خونه‌شا. الان اومدیم ماشینشو داریم میدوزیم و نیسان جی تی آر رنگ قرمز مات. آقا رنگ مات واقعا به بعضی از ماشینا خیلی میاد. خانم ببین خدایی به این پا ندی. وای بچه خیلی جیگر ماشینش بابا بنازم. داخل ماشین نگاه کن چقدر جذابه. این نه ها داخل ماشین. بچه ماشینش خدای خیلی خوبه، هم سرعت زیادی داره هم کلا خفنه. پوتک جان بیا این ماشینم بگیر کنارت، ماشین کیودیپای. حالا من ماشین ندارم با چی برم، موتورم موند اونجا. اوسکی بابا بچه براتون دیگه تانک آوردم. ببین بچه‌ها که توی کامنت ها حدس بزنن این ماشین کی بود. ماشین یکی از قهرمانا بود که داخل یکی از ویدیوها دزدیدیم. هر کی بتونه درست حدس بزنه یعنی یه ویور واقعی دمشکن. اوسک بهت اوسک. بچه همین خونه بود. این که داره میره این خونه. حاجی ماشینو بچه فکر کنم ماشین تاکسی گرله. آقا ایزی ماشین تاکسی گرل رو پیدا کردیم. خیلی خفنه حاجی. اوه بچه فراری صورتی تاکسی گرل هم عشق صورتی بود. واقعا فکر نمی‌کنم ماشین کوثر باشه ولی عجب ماشینیه. بذار بریم ببینیم. بچه خیلی ماشین خفنی. صدا رو نگاه بابا بنازم چه شتابی هم داره. ایزی تا هم بیا برو پارکینگ. البته بچه پارکینگ جا میشه به نظرتون؟ نه جا نمیشه حاجی، بذار همینجا پارک کنیم. بیا بچه ماشین رو همینجا پارک کردیم ولی خیلی ماشین خفنیه، خیلی خفنه. فراری صورتی رنگ. بچه اگه دوستان بریم سراغ پارت بعدی و ماشین آدمای معروف دیگه رو بدوزیم، همین الان اسم اون آدم معروف رو داخل کامنت ها بنویس و حتما هم بچه این ویدیو رو لایک کنید. لایکاش اگه به بالای 7000 تا برسه میریم سراغ پارت بعدی. و بچه کامنت انگلیسی هم یادتون نره. دمتون گرم. خب بچه این یکی ماشین خیلی لوکیشنش دور بود، اصلا با یه وضعی اومدم رسیدم به این رو، کلا خارج از شهره و اینجاست. بچه چه
ماشین خفنیه. ترسناک همچین اینجا محیطش چرا اینجوره؟ اون یکی خونه لاکچری و اینا اینجا ترسناکه که به نظرتون مال کدوم یوتیوبره؟ اوه بچه ماشین سعید والکوور که دیگه فکر کنم همتون بشناسید که تو زمینه ترسناک و اینا کار میکنه. واقعا کارش خیلی درسته و بچه ماشین سعید والکوور عجب چیز پشمینیزونه خدایی. عکس خودشه این هم رو زمین. آره بریم که سوارش بشیم. اوف چه چراغایی داره بچه عقبش، چراغای جلوش هم قرمز رنگه. بابا بنازم برو بریم یه داخل ماشینم داشلی ببینه. داخل ماشینش حالا معمولیه ولی خداییش بچه خود ماشین معمولی نیست، خیلی ماشین خفنیه. دوب شده پر ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم برقصیم داشلی آتیش پاره. ای بابا بچه ماشین نفر بعدی رو میدونم که ای بابا این موهای من. بچه آقا من یه بار نفهمیدم نرم کننده زدم به این موهای. خدا بچه این ماشین که الان داریم میریم بدوزیم و میدونم برای که برای فرشا سایلنت. بریم ببینیم ماشین فرشا سایلنت چیه. بچه اومدیم اینجا ماشین فرشا سایلنت لوکیشن همینجا بود دیگه. آره اوف بابا بنازم. او عجب جیگری الهی دورت بگم. بچه این لامبورگینی شما یه بار دزدیده بودیم بازم خریدی داشت. خیلی ماشین جیگریه و خونه خودشه. یه عکس خود فرشاد اینا روش هم هست و خلاصه خیلی خفنه. یا خدا چه شتابی داره بچه ماشینه. تا 2-3 ثانیه پر که فکر کنم 200 داره میره. ایزی برو بریم. آقا اینم اینجا اضافه کنیم به کلکسیونمون. به آقا بذار ماشین کیودی پای و پوتکم بیاریم بیرون. خب بچا ماشینا رو در آوردم. حالا بریم سراغ ماشین بعدی. یعنی تو یوتیوب اومدیم 100% ویدیوهای اونو دیدی. اونم کیه؟ آریا کوکسر. خب بچا خونه آریا هم باید همینجا باشه. خونه فرشاد هم همینجا بود دیگه. فکر کنم با هم همساین. اوه اوجی ورودی خونه آریا رو نگاه. پشمام خیلی خفنه بچه. ماشین آریا رو نگاه بابا بنازم. آقا خیلی خفنه ماشینش. لوگوش و اینا روی ماشین هست. خیلی جالب. همون استون مارتین رپیدسه که خیلی جیگره بچه. خداییش رنگ و ظاهر ماشین رو ببینید چقدر خوشگله این ماشین. آقا این یکی خونه هم کلا خارج از شهر بود و نمیدونم کدوم یوتیوبره و خونه با کلاسی هم هست. همین خونه است دیگه. آره آقا ماشین تتلوه که بابا بنازم. چه ماشینی داره، چه ماشین اوسکی. اوف پرچم خودش هم رو ماشین هست. او لوگوش هم هست. خدایش ماشین خیلی شیکیه واقعا خفنه. الان تازگی تتلو هم بچه‌ها میخواد ماشین بخره ولی این ماشین بچه‌ها گوله رسما. نگاه کن اصلا ظاهر رو نگاه بچه‌ها. نمیدونم همینجا لوگوی تتلو اصلا به ماشین میاد. نگاه کنید خیلی خفن دیده میشه. اوف چه سرعتی داره بابا بنازم. اوه 300 تا رو پر کن جون من. 300 تا رو پر کن. 300 تا رو پر کردم بچه‌ها. اوسک بابا آفتاب کورم کرد. اوسک بابا لعنت بهت آفتاب کورم کرده. خب بچه‌ها کلا 3 تا ماشین دیگه مونده. الان به این لوکیشن اومدیم. چه خونه ای انگار قلعه است. بچه‌ها خونه شبیه قصره. به نظرتون خونه کی میتونه باشه؟ بچه ماشین کوروشو میا بابا ببین چه خوشگله این رنگش. آقا ماشین خیلی خوشگل. این میاه؟ بچه میاه؟ نمیدونم ولی شبیه میا بود. بچه ماشین خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. عکس میا هم هست. کوروش هم اون پشت هست و ماشین خودشون هم واقعا همین بود ولی آبی رنگش خیلی خوشگله. داشلی سلطان دندقه. بنازم برو بریم بچه. ولی خداییش هم ماشین خیلی خوشگله هم ماشین خفنی اصلا دیگه. اوی گن زدم تو ماشین. اوه داخلش رو نگاه کن بچه. کلا 2 تا یوتیوبر دیگه مونده. خیلی مشتاقم ببینم این 2 نفر کی هستن. اینجا رو لوکیشن زده. آره بچه چه ماشینی. وایسا ببینم. خیلی ماشین خفنیه بچه. به نظرتون برای کی میتونه باشه؟ برای سوگنگه بچه. خدا آقا من نفهمیدم. یه بار یه نرم کننده استفاده کردم. نگاه کن فوت می‌کنی مو میریزن. بچه ماشین سوگنگ و چقدر خوشگله حاجی. خیلی ماشین جیگریه. آودی هم هست. عکس خودش هم اینور هست. بنازم خیلی ماشین خوشگلی خداییش. و بچه ماشینش هم برقیه. چه شتابی میگیره. داخل ماشینو جیگره. ببین جیگر. خب بچه خونه آخرین یوتیوبر و آخرین ماشین یوتیوبری که میخوایم بدوزیم اینجاست. بریم ببینیم ماشینش چیه و اصلا کدوم یوتیوبر هست. داشلی ریدی بچه رسیدیم دیگه. ایزی کین. گریزیه. داشت خودمونه که آقا علی گریزیه. گریزی گیمینگ رو دیگه فکرم همتون بشناسید دیگه. ویدیوهای جی تی ای هر کی نگاه میکنه 100% علی هم میشناسه و رنگ نورنجو عجب ماشینی هم هست. بنازم عکس خودش هم هست و سلاطینش هم روی ماشین هست. برو بریم آقا. ماشاءالله.
چه صدایی داره بچه ماشینه، خیلی ماشین خفنیه. خب بچه‌ای که تا اینجا ویدیو رو دارین نگاه می‌کنی همین الان داخل کامنت ها قلب قرمز رو حتما بذار ببینن کیا داشتن کل این 10 تا ماشین یوتیوبر رو نگاه می‌کردن. و اگه بچه‌ها دوست دارین بریم سراغ پارت بعدی همین الان ویدیو رو لایک کن، لایکاش به بالای 7000 تا برسه و داخل کامنت ها هم اسم اون آدم معروفی که دوست داری ماشینش رو ببینی و بدوزیم داخل کامنت اسم اونم بنویس. مثل همیشه کامنت انگلیسی هم بچه‌ها یادتون نره حتما کامنت انگلیسی بذارید، خیلی خوشحال میشم. سابسکرایب چنل ما هم یادتون نره، زنگولش هم روشن کن هر وقت ویدیو آپلود کردم سریع با خبر بشی. و اگه این دو تا ویدیویی که این بغل پیشنهاد میشارم ندیده حتما برو ببین که خیلی ویدیوهای خفنی، مطمئنم خوشت میاد و خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو و یه دزدی ماشین یوتیوبرای دیگه. بدرود.